اگه میخوای بری سفر ولی نمیدونی که چه وسایلی لازمت میشه، این ویدیو رو تا آخر ببین. خیلی خوب، نوبتی هم باشه، نوبت وسایل سفر و تجهیزاتشه. خب خیلی ها فکر میکنن که سفر ارزون یعنی سفر بدون تجهیزات، یعنی سفری که تو فقط بری، در صورتی که این اشتباهه و تو هر چقدر تجهیزاتت کاملتر باشه هزینه های سفرت پایین تر میاد. پس وقتی که داری تجهیزاتت رو آماده میکنی به این فکر کن که آیا اون تجهیزات میتونه نجاتت بده، میتونه هزینه سفرتو کمتر کنه یا نه فقط تجملاتیه. من لیست تجهیزات رو برات میگم، آخر سرم بهت نشون میدم که من برای یک سفر چه چیزایی رو با خودم میبرم. میبینی که بیا دسته بندیشون کن. دسته اول وسایلیه که ضروریه برای اقامتت، یعنی اینکه میخوای بخوابی، میخوای یه جای استراحت بکنی، اصلا میخوای کمپ کنی، به چی نیاز داری؟ اولیش چادر، دومی کیسه خواب، سومی زیرانداز. خب ببین برندهای مختلفی هست، ما هم خیلی نمیتونیم از برندهای استفاده بکنیم که لوکس جهانیه، چون قیمتاش بالاتره، سخت درگیر میاد و فیکش زیاده بدون تعارف. کاری نداره که چاپ کردن، وقتی که فیک باشه میتونه تأثیر بدی روی سفرت بذاره. کیسه خواب باید حتما مناسب دمای مقصدت باشه، اینجوری میتونی خواب راحتی داشته باشی. چادر مسافرتی خونه توه، پس چادر باید قابلیت‌های زیادی داشته باشه. علاوه بر این که سبک باشه، جمع و جور باشه، باز و بسته کردنش راحت باشه، باید دو پوش باشه. این دو پوش بودن خیلی کمک میکنه بهتون. باید بشه تهویه مناسبی ایجاد کرد توی اون چادر، ضد آب باشه. اینا خیلی مهمه برای یه چادر. فکر کن خونه است دیگه، اگه یه بارون سنگینی بیاد چه کار میخوای بکنی؟ زیرانداز مناسب برای چادر و زیرانداز مناسب برای خودت که وقتی میخوای بخوابی زیر کیسه خوابت پهن بکنی. این دوتا خیلی مهمن. زیرانداز چادر میتونه جاهای مختلفی کاربردهای مختلف داشته باشه. به این فکر کن که اولا کوچولو باشه، جمع و جور باشه، به اندازه کف چادرت باشه، ضد آب باشه و اینکه بتونی یه جایی ثابتش کنی، به عنوان زیرانداز یا به عنوان سایبون بتونی ازش استفاده بکنی. ولی زیراندازی که زیر کیسه خوابت میندازی باید یه مقداری ضخامت داشته باشه که بتونی راحت تر بخوابی، اون کف زمین رو احساس نکنی، سرما رو رد نکنه، رطوبت رو رد نکنه. بخش دوم تجهیزاتیه که کاربردی ان و روزمره ازشون استفاده میکنه. مثل چی؟ مثل قمقمه. قمقمه خیلی میتونه کمکت بکنه، چون مدام داری از این ور به اون ور میری و آب باید همیشه کنار دستت باشه، چه برای شستشو چه برای مصرفت. حالا اگر بتونی یه قمقمه ای رو بگیری که آب رو هم تصفیه بکنه دیگه چه بهتر. وسیله بعدی پاور بانکه. پاور بانک یکی از وسیله هاییه که روزمره به کارت میاد. حالا به این فکر کن که با انرژی خورشیدی بتونی اونو شارژش بکنی، بتونه مدت زمان بیشتری رو بهت شارژ بده، در کنارش یه سری قابلیت‌های دیگه هم داشته باش. چقدر میتونه کمکت بکنه؟ خیلی زیاد. بریم سراغ بخش سوم که بخش خورد و خوراک. یه سری وسایل نیازه برای این که تو بتونی از اونا برای خورد و خوراکت استفاده بکنی، چه برای پخت و پز چه برای صرف غذایی که داری مصرف میکنی روزانه. اولیش ظروف پخت و پزه. برای اینکه بتونی خودت خیلی راحت پخت و پز انجام بدی یه سری ظرف و ظروف میخوای که هم به عنوان قابلمه و ماهیتابه و اینجور چیزا استفاده بکنی، هم به عنوان ظرف غذا ازشون استفاده بکنی. قابلیت‌های مختلفی باید داشته باشه، اینکه روی حرارت بذاریشون خراب نشن. حالا بعضیاشون رو حرارت مستقیم ایرادی نداره، ولی بعضیاشون رو حرارت غیر مستقیم، بتونن مدت بیشتری گرما رو نگه دارن، به خاطر اینکه غذا رو بتونی گرمتر بخوری، راحت‌تر هم شسته بشه. بهتره که نچسب باشن. قاشق و چنگال، حالا قاشق و چنگال تاشو، قاشق و چنگالی که چند کار است، میتونی از اینا استفاده بکنی. یه سری ابزار هست که تو میتونی به عنوان قاشق و چنگال، به عنوان قیچی، به عنوان چاقو یا هر چیز دیگه استفاده بکنی. انواعش هست، تو میتونی بگیری و خیلی راحت
استفاده بکنی و کاربردی هم باشه واسه. یه سری کیسه های زیپ دار میخوای، از این زیپرا به دردت میخوره، اینکه غذا رو توش بذاری هوا نره آب نره توش، برای نگهداری خیلی خوبن. حالا به این فکر کن، همه این وسایل گرفتی، باید این وسایل رو توی یه چیزی متمرکز کنی، ارگانایزشون. اون چیه؟ کوله. یه دونه کوله پشتی مناسب میتونه تو رو انقدر توی سفر راحت کنه، انقدر میتونه بهت کمک بکنه که فکرش هم نمیتونی بکنی یه کوله چقدر اهمیت داره توی سفر. این که جادار باشه، دسترسی های مناسب داشته باشه، متناسب با بدنت باشه، متناسب با مدت سفرت باشه. همه اینایی که بهت گفتم قراره بچسبه به کوله یا اینکه بذاریمشون داخل کوله. پس کوله مناسب تو رو خیلی جلو میندازه. یه ناجی واقعیه. حالا یه کوله باید چجوری باشه؟ اولا که اندازه مناسبی داشته باشه، بتونی راحت حملش کنی، به کمرت فشار نیاره، شاسی تا جایی که ممکنه شاسی داشته باشه، دسترسی های مناسب با زیپ و اینجور چیزا داشته باشه، ضد آب باشه خودش، و اینکه روکش ضد آب هم داشته باشه، یعنی کاور ضد آب هم داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه بتونی زمانی که رطوبت بالا، زمانی که بارونه، ازش استفاده بکنی به راحتی، بعدم نگران خیس شدن وسایلت نباشی. خب حالا بیا بهت نشون بدم که من معمولا توی سفرام چه کوتاه مدت چه بلند مدت چه چیزایی رو استفاده میکنم. اول از همه کوله. قبلا این کوله من بود، تقریبا فکر میکنم 11 سال شاید هم بیشتر این کوله من بوده. یه کوله معمولی چینی که از بازار چینیایی که توی خرمشهر بود خریدم. انصافا هم خیلی خوب بود، یعنی برخلاف ظاهرش من فکر نمی‌کردم، به نظر می اومد که زود پارشه، زود بپوسه، ولی این همه سال دوام آورد و کلی سفرهای داخلی و خارجی با من رفت. بعد اومدم اینو گرفتم، یه کوله‌ای که شبیه کوله های برندهای معروفه ولی کار داخل ایرانه، بد نیست. برای اینکه بخوام ازش استفاده بکنم به نسبت قیمتش، به نسبت کیفیتش، کوله مناسبیه، کوله خوبیه. من اینو گرفتم که هم روکش ضد آب داره، همین که دسترسیاش بد نیست، زیپای مختلف داره و 45 لیتره. اینجا هم یه 10 لیتر اضافه تر میشه، یه مقداری که اینو بالا بیاری فضای بیشتری رو میگیره. حالا 5 لیتر یا 10 لیتر بیشتر میشه. بذار ببینم چقدر. آره دیگه 45 به اضافه 10. ضد آب، شاسی داره، پشتش هم ببین اینجوریه، شاسی خوبی داره. برای سفر بد نیستش. این که خب من بدون کوله بمونم خیلی بدتره تا اینکه یه کوله‌ای داشته باشم که به نسبت خوب باشه. حالا چیزای دیگه، این زیرانداز برای چادره، هم ضد آبه، هم جمع و جور و کوچولوه. می‌بینی؟ همین که میشه به عنوان سایبون یا به عنوان یه خیمه خیلی کوچیک استفاده کرد. اینی که می‌بینی کیسه خوابه. کیسه خواب من بذار برات بگم، لیمیتش -11 درجه است، کامفورتش 0 درجه است. اینا رو بعداً راجبشون صحبت میکنه. بعد وزنی که داره 880 گرمه، یعنی کمتر از 1 کیلوه. خیلی راحته، هم پر توشه و هم الیاف. خب دیگه این اجاق گاز منه، کوچولو، جمع و جور. اینا ظروف غذای منه برای اینکه باشون پخت و پز انجام بدم. بذار براتون درش بیارم ببینید چه جوریه. اینا ظروف غذای منه. اینا هم حدوداً الان 8 سال 9 ساله که دارم ازشون استفاده میکنم. این چیزاییه که داره، به اضافه این که من یه دونه لیوان کوچیک هم دارم که روی آتیش هم میتونم بذارمشون و استفاده بکنم ازشون. این یه دونه بادگیره ضد آبه که وقتی بارون میاد من ازش استفاده میکنم. جعبه کمک‌های اولیه است که یکی از مهمترین چیزاییه که باید همراهتون باشه. یه دونه بالشت بادی دارم، اینم قاشق چنگالیه که من برای سفر استفاده میکنم. ایناست، تهش هم چاقو داره با دربازکن و اینجور. اینی که میبینین این چادر من، چادر 2 نفره است، فضای خوبی داره برای 2 نفر که بخوان بخوابن. بعد وزنش حدوداً 2 کیلو و نیمه. کافیه. 2 پوش ضد آب. یه سفری که رفته بودیم پشت سد تو بروجرد با بچهای کرگدن نارنجی، وقتی بارون زد این نجاتمون داد. یه بارون خیلی شدیدی بود ولی یه قطره آب هم
رد نکرد. فوق العاده است. اینم همینطور، اینم خیلی وقت من دارمش. دیگه چی بهتون نشون بدم؟ این پاور بانک من، همین تازگی‌ها گرفتمش. این پاور بانک یه چیز داره، ببین شارژ اضطراری خورشیدی داره، اینجا یه چراغ قوه است، می‌بینی خروجی‌های مختلفی داره، به اضافه اینکه خودش هم یه سری کابل داره برای دیوایس های مختلف و ظرفیتش هم 30,000. قیمت مناسبی هم داشت، حدوداً 2 تومن اینا بود گرفتمش. اینا وسایلیه که معمولا با خودم میبرم سفر. اگر سفر طولانی باشه همشونو میبرم، بسته به نوع سفرم. اگر نه که خیلی کمتر از این چیزا میبرم با خودم، به اضافه وسایل شخصیه و یه سری خردریزی که ممکنه به کارم بیاد. اینا برای یه سفر ارزون معمولی خیلی میتونه کمک حالتون باشه. الزاماً این نیست که همه چی کامل داشته باشه. چیزای ضروری رو که داشته باشین سفراتون شکل میگیره. حالا تو از تجهیزاتت بگو، توی کامنت ها برای من بنویس چه تجهیزاتی داری، چی چیزایی غیر از اینایی که من گفتم فکر میکنی لازمه، مهمه. اونا رو تو کامنت بنویس، با هم دیگه صحبت کنیم. اونجا کامیونیتیمون داره بزرگتر میشه. بیاین تو کامنت ها با هم دیگه صحبت کنیم، تجربه هامون رو به اشتراک بذاریم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشت نشه برای اینکه ویدیوهای جدید رو از دست ندیم. همین دیگه. دوست دارم.